سلام، وقت بخیر، به اوبرا خوش آمدین. داخل این ویدیو میخوایم راجع به اهمیت خرید دامنه متناسب با نام برندتون و گرفتن اکانت های شبکه های اجتماعی صحبت کنیم. ببینین، ما باید سعی کنیم که اسم برندمون رو جوری انتخاب کنیم که بتونیم نام دامنمون رو هم مطابق اون پیدا کنیم و بتونیم اون رو ثبت کنیم و برای خودمون خریداری کنیم. دلیلش هم اینه که خب با این کار وقتی که اسم دامنه و برندمون به یک شکل باشه به مخاطبمون کمک میکنه که یه مقدار راحت‌تر سایتمون و منابع آنلاینمون رو پیدا کنه و خب سرعت کار در دسترس بودن سایت ما رو بالا میبره و از طرف دیگه سئو و بهینه‌سازی سایت هم راحت‌تر میشه. اگه که اسم برندمون یه چیزی باشه و اسم سایتمون یه چیزی باشه، خب یه مقدار برای کار سئو چالش پیدا میشه و باید اون نام برند رو داخل محتوا در کنار اسم دامنه سایت آورد و یه سری پیچیدگی‌هایی به وجود میاد که اگه بشه که اسم دامنه و اسم برندمون یکی باشه، خب این کار رو خیلی ساده تر میکنه. مورد بعدی اعتماد و اعتبار سایت رو نشون میده که وبسایت دقیقاً با اسم برند یکی انتخاب شده و ممکنه که اعتماد کاربران رو بیشتر جلب کنه و حداقل یه تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه. مورد بعدی میتونه جلوگیری کنه از اشتباهاتی که ممکنه جستجو بشه داخل اینترنت اسم برندمون و در ابتدای کار ممکنه که رقیبامون برای اون کاربر و مخاطب نمایش داده بشه و خب این باعث میشه که ترافیکی که باید بیاد سمت سایت ما و مخاطبی که باید بیاد سمت سایت ما این اتفاق نیفته و خب این کاملا به ضرر استراتژی و کاریه که ما میخوایم انجام بدیم. در قسمت بعدی این ویدیو میخوایم راجع به اهمیت گرفتن اکانت های شبکه های اجتماعی صحبت کنیم که باید سعی کنیم مطابق و هماهنگ با اسم برندمون گرفته بشه. خب این باعث میشه که شناسایی برند ما داخل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، یوتیوب راحت‌تر باشه و چه اسم سایتمون رو سرچ کنن چه اسم برندمون رو سرچ کنن خیلی راحت بتونن به صفحاتی که ما داخل این شبکه‌ها داریم دسترسی پیدا کنن و خیلی راحت بتونیم به صورت مستقیم با مخاطبمون در ارتباط باشیم. خب مزیتی که شبکه‌های اجتماعی داره همینه که خیلی راحت و به صورت مستقیم میتونیم که محصولات و خدماتمون رو به مشتری نشون بدیم و از اون طرف مشتری هم بتونه ریاکشن و بازخورد خودشو به محصولات ما بده و خب نظرات تمام مخاطب‌ها رو برای هر کدوم از محصولاتمون داشته باشیم. خب این بود از اهمیتی که گرفتن اسم دامنه که هماهنگ با اسم برندمون هست برای ما داره و اهمیت دومی که برای ما داره و داخل این ویدیو توضیح دادیم گرفتن اکانت های شبکه های اجتماعی است که باید سعی کنیم مطابق با اسم برندمون انتخاب کنیم و بتونیم که کارمون رو در ابتدای کار به صورت خیلی هماهنگ و قوی تری پیش ببریم. موفق و پیروز باشید.